شما فقط جوان و پیری ازر داره قماندانی ازر خورده اصحابش بیدار منو مای اصحابش بیدار منو. سلام بچه ها، من عاطفه هستم. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم شهر بخولت آلمان. یه فستیوال هستش که از ملیت‌های مختلف هست، از جمله افغان‌ها، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها و بقیه ملیت‌ها. حالا می‌ریم از نزدیک بیشتر آشنا میشیم و بیشتر می‌بینیم. ولی تا اونجایی که اطلاع دارم این فستیوال مربوط به فرهنگ و کنتور بقیه کشورهاست، از جمله افغانستان که خانم‌های عزیز افغانستانی زحمت کشیدن، غذا درست کردن، لباسای سنتیشون رو پوشیدن و توی این فستیوال فرهنگ افغانی رو میخوان به تمام مردم دنیا از جمله آلمانی‌ها نشون بدن. بریم ببینیم که این جشن چجوریه و تا پایان ویدیو چه اتفاقی میفته. خب یکم دیگه اگه بیشتر در مورد این جشن توضیح بدم، من یه بار دیگه راستش اومدم این جشن، این دفعه دوممه. سری پیش که اومده بودیم تو این جشن موزیک لایف داشتن، البته همه کشورها داشتن از جمله افغان‌ها. من بیشتر بحثم رو صورت در مورد افغان‌ها و ایناست که موزیک لایف داشتن، لباس محلی پوشیده بودن، انواع و اقسام غذاهای افغانستانی رو درست کرده بودن که این خودش نشون میده خیلی میخواد کسی رد بشه و این خیلی به نظر من خوبه که ما میتونیم فرهنگ خودمون رو حفظ کنیم و همچنین اینو به نسل‌های بعدیمون انتقال بدیم. امیدوارم امروز به همه‌مون خوش بگذره. من با بچه‌ها اومدم و همچنین دیگه شما بیننده باشین. امیدوارم به شما خوش بگذره. روزی خوب و با شکوه، روزی فرهنگی هزارگی. بنده کوچیک شما منصور رحمانی که دو تا در باریخ میخوام خدا کنه که چند لحظه در کنار هم دیگر هستیم، خوش بگذره و انجوای کنیم. و افتخار خودتان یک چک چک کنیم ببینیم که کس واقعا هم راست. تشکر. شاطر گفته بخوانو در محفل اکثریت که میبینیم کماندوی نظرهای دیگه از بالاتر شاطر قدم بره دیگه گنجایش نداره. و افتخار خودتان اول یک چک چک کنیم قربانی یک کار کنیم. بچه‌ای که نفس داریم ببینیم دمای دو ماهی نمه چی میگه؟ قماندانی دیگر رتبه بلشانه داره قماندانی سر دبند دل خانه داره قماندانی سر دبند دل خانه داره بفخر قماندانی ازار چک چک. فقر قماندو فقط رتبه بله با دنیا قماندو یکی غیرتی جانا نداره قماندانی دیگرا دا پشت میسون جیبونه قماندانی دیگرا دا پشت میسون جیبونه از مدکو نبی شاین مستانه داره از مدکو نبی شاین مستانه داره قماندانی ازر شفقی دیوانه داره قماندانی ازر دبندی دلخانه داره یه قماندانی دیگر رتبه و نشانه داره قماندانی ازر دبندی دلخانه داره قماندانی ازر دبندی دلخانه داره.
ادامه باید خواه شک چک چک کنیشیم با دستای بیکار. کاکا جان یک ذری و بانستم فیلم ما منظوری رحمانی بیتارت دارمانا بیتارت دارمانا دوستای مرا خواه برده از خوابش بیدارمانا مای از خوابش بیدارمانا نام خدا علی جان شیشته در روی میدان شیشته در روی میدان تاشو بیادم میدان کاکو داره پلر خانه کارو داره دیگر خان از بالا می نمایه خنده کدمی آیه خنده کدمی آیه نقشه کشم بدیوال و ظالم از کجایه و ظالم از کجایه کمر بستی تالوری قاشا دومی ماروری قاشا دومی ماروری شیمایی ابلغ داره فالا دلم داروری فالا دلم داروری سرسری کتل استم ماتنی موتر استم ماتنی موتر استم حالا ده پاسی موتر ماتنی دل بر استم ماتنی جیگر استم صفی دستی سونوری نرمستی کتانوری نرمستی کتانوری. بچه‌ها این بود از ولاگ ارست مای شهر بخولت آلمان ایالت نوردرین وستفالن دیگه نزدیک مرز هلنده این شهر و همچنین این منظره قشنگ رو ببینید که چه آبشار قشنگی داره. آبشار نه فواره آب. خب بچه‌ها اگه تا اینجای ولاگ خوشتون اومده خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت بذارید حتما تمام کامنتاتون رو میخونم و به تک تکشون جواب میدم و همچنین اگه دوست دارید ولاگ‌های سفر ما رو ببینید کانال منو سابسکرایب کنید و ادامه ویدیوها رو ببینید. ولاگ بعدی ما ولاگ چمدون بستن و رفتن به مسافرته.